چی باعث کردید چی سبب شد که شما برای همین استحصال محصولات شیری روی آوردید؟ مرحمت آغاز کار چه خیلی بود؟ بعد از پاش خوردن دولت شوروی من اون وقت در کمیته شیری شهر خوجند کار میکردم و میدیدیم که هر روز از سال کار کاهش یافته شده است و کار کم شده است و اون وقت من تخمین میکردیم که در شهر در ولایت علاقه بعضی کارخانه‌های نو تشکیل شده اند. همون وقت من هم برای خودم یک چی گرفتم که اقدام گرفتم که یک کارخانه کارکرد شیر را تاسیس دهم و همین خیلی هم شد. سال 1998 از کارخانه شیری شهر خوجند من با خواهش خود رفتم و همون سال خودش همین کارخانه کارکرد شیری استحصال پنیر را با راه ماندیم. البته در اول چی گویم مشکلی ها بود در آغاز کار؟ آغازش همین بود که همون وقت تا خواجگی ها حالا بودند و فرما ها شیر استحصال میکردند ولی در بازار به محصولات شیری طلبات کمتر بود. برای همین ما پنیر استحصال میکردیم چون از برای پنیر علاقه از 10 لیتر از 12 لیتر شیر 1 کیلو پنیر استحصال میشد خلاص. و پنیر را که بازار کی چی بود ما بازار جستجو کرده به جمهوری قزاقستان به الماتا میفرستادیم برای فروش و آهسته آهسته علاقه مردمی تاجیکستان شرایطشون بهتر شد به محصولات شیری بسیارتر توجه کردند و ما علاقه سال 2006 پورا به همین محصولات ما به همین بازار خودی میرفت.